خیلیتون چطور؟ الکس دراگان هستم، اومدم با یه ویدیو جم خرج کردم برای شما. بچه رو اکانت یکی از دوستام رفتیم جم زدیم، قراره که گان لولی ها رو واسش بگیرم. ببینیم چی میکنه. با یکی 400 اولی که اصلا خودم میدونستم بهم یه چیز طلایی بهم میده. خوف میکنه روی بغلی. این هم از سومی. به 800 بزن. لچ کرده با همون. به مثل اینکه واقعا نمیخواد به اون بده. دمش گرم. صد 73 تا تکی بزن ببینیم چه میکنه. بزن تکی که اصلا نمیده و اونا رو پر کن. نه بایسا این چه میده تاپا بیانم یا 10 تایی دیگه. واو یکی 189 تا باز 89 تا 100 تا خیلی راهه. به یه بیلاخ طلایی دیگه. 100 تا جمون 100 تا کلا 10 تا اسپین دیگه. یه دونه 10 تایی دیگه اگه بتونم بزنیم واسش. آره دیگه بهمون میده یه دونه‌شو. 100 تا رو همه رو یه جا بزنم یا نمیدونم دونه ای بزنم. دونه 150 تا داستانش 100 تا بودم 150 تا اینو با همین داره من میده. آره اینا رو باید کنم. خلاصه بعد از یک جم خرج کردن تونستم یه دونه بوت بکر دیگه بگیرم. ممنونم واقعا ممنون. بعد 2 تا اسپین دیگه داخل یه دونه دیگه از یه دونه کن دیگه. وای به حالا اینا هم بزنیم. چه عجب خوب این گان لولی که کلا 2 تا میخواد تا بتونیم دریافتش کنیم. بریم برای زدن جم تا اون 2 تا اسپینم بزنیم. فعلا بدرود تا بقیه ویدیو. یا جممون رو زدیم اومدیم 2 تا اسپین رو بزنیم ببینیم گارنا بهمون چی میده دیگه. بچه‌ها ببینیم چی میگه. خب اسپین آخر کشید مثلا میشه یا شانس. MP5 بوده.
خوبه دیگه. ولی خب خیلی بهترم میشد اگه بهمون اسکار یا ویتپکر رو میداد. اینا بچه ها خرج کردن جم. اگه بازم از این جور ویدیو دوست داشتید داخل کامنت ها بگید، یه لایک بزنید که ضررمون جبران بشه، یه کامنت یه چیزی بذارید. واقعا فکرشو نمیکردم که بخواد بهم MP5 بده، ولی خب بازم قشنگه. تا ویدیو بعد بدرود.